چرا کشاورزای چینی سنگی رو بالای هندونه میذارن؟ شاید عجیب به نظر بیاد، اما این عمل توسط دانشمندان آمریکایی متعددی مورد مطالعه و تقلید قرار گرفته. فرآیند از زمانی شروع میشه که نهالهای هندونه شروع به میوه دادن میکنن. کشاورزا یه سنگ کوچیک رو روی هندونه قرار میدن. این روش به عنوان القای قند فشاری شناخته میشه و اصل اون شبیه نحوه تمرین ماهیچه‌های انسانه. وزن سنگ فشار خارجی مداومی رو بر هندونه وارد میکنه که باعث استرس و واکنش در سلولهای داخلی برای مقاومت در برابر این فشار میشه. سلولهای داخلی هندونه برای مقاومت در برابر این فشار سنتز و تجمع قند رو تسریع میکنن که باعث شیرین‌تر شدن اون میشه. مطالعات نشون میده هندونه که با این روش رشد میکنه میتونه تا 50 برابر بیشتر از هندونه‌های معمولی قند داشته باشه، گاهی اوقات حتی شیرین‌تر از عسل. علاوه بر افزایش شیرینی، روش فشار همچنین باعث سفت‌تر شدن گوشت هندونه و نرم‌تر شدن بافت اون میشه.